خب جناب ایجادی، زدن زن ایشون میگویند که مشروطه. شما نمیتونید مستقیما یک زن رو کتک بزنید، بلکه اگر یک سلسله مراتب رو رعایت نکردند، قوانین رو رعایت نکردند، برای جلوگیری از فروپاشی خانواده مرد حق زدن زن رو داره، اون هم به صورت ملایمی. این یکی رو اگر شما یک کمی باز بکنید خیلی ممنون میشم. بله ببینید آقای حسین باری گرامی من، ما در چه جهانی داریم زندگی میکنیم؟ در قرن 21. ایشون در چه جهانی دارن زندگی میکنن از نظر فکری؟ در 14 قرن پیش. یعنی ایشون دارن توجیه میکنن مناسبات قبیله‌ای عقب افتاده دوران حجاز رو، و حتی در اون لحظه هم ایشون نمیتوانند ببینن تمام در واقع سرزمین ایران در همون دوران ساسانیان در واقع 2 زن ملکه بزرگ اون سرزمین بودن، هرچند دوران در واقع حکمرانیشون محدود بود، به خاطر اینکه در اون دوران 10 ساله آخر دوران بحران بود، ولی این به این معنا هستش که زنان در اون کشور در اون سرزمین به قدرت میرسن. حال ایشون برای ما مدل میارن. از نظر اسلام به ما میخوام بگم که نه تنها اون زمان خوب بود، بلکه امروز هم مدل اسلام در واقع مرغوبه. آقای هاشمی بیدار بشوید. آقای هاشمی، در قرن 20 و 21 ما داریم زندگی میکنیم. در درون قرآن شما و سوره نسائی که در واقع سعی میکنید که اون رو نجات ببخشید، خیلی روشن آمده که چی؟ که این که مردان رو بر زنان تسلط و حق نگهبانی دادیم. چه کسی میخواد به زنان امروز بگوید که مردان رو در واقع تسلط دادیم؟ این جز یک فکر ارتجاعی چیز دیگری نیست. اگر یک خانم در برابر شما باشد، من نمیدونم چه واکنشی نسبتی به شما خواهد داشت. بعد اعلام میکنه که به واسطه آن برتری که خدا بعضی را بر بعضی دیگر مقرر داشته و هم به واسطه آن که مردان از مال خود نفقه میدهند. آقای هاشمی، امروز زنان بزرگ در رأس کشورها هستند، خودشون در واقع قدرت مالی بسیار بزرگی دارن، خودشون نقشی در زمینه علم، دانش، ادبیات و زمامداری دارن. شما در کجای این جهان قرار دارید؟ و پس از اون مطرح میشه در این آیه: پس بنابراین پس زنان شایسته و مطیع آنانند که در غیبت مردان حافظ حقوق شوهرانشان باشند، و زنانی که از نافرمانی آنان بیمناکید باید نخست آنها را موعظه کنید، اگر مطیع نشدند از خوابگاه ها آنها دوری گزینید، و اگر باز مطیع نشدند آنان را به زدن تنبیه کنید. و به این ترتیب شما نگاه میکنید که تمام چنانچه اطاعت کردن در این چنین حالتی در واقع به اصطلاح متوقف بکنید. ببینید آقای حسین باری گرامی، این طرز تفکر متعلق به بسیار حتی زمان ایران زمین هم نبوده، و امروز ایشون جرأت میکنه در ارتباط با این آیه‌ای که سراپا در واقع یک ایده ارتجاعی رو داره: زن برای چی مطیع مرد باید باشه؟ زن برابر مرد هستش. زن برای چی باید به اصطلاح به مورد تنبیه قرار بگیره؟ تنبیه چی؟ چرا برای مرد نباشه؟ زن برای چی باید نصف مرد در واقع ارث داشته باشه؟ زن برای چی باید در واقع مانند مردان دارای قضاوت نباشه؟ همین ها بیان این است که خشونت اسلام نسبت به زن ساختاری هست. بله، تشکر میکنم. خب جناب هاشمی، ایشون از دنیای امروز صحبت میکنن. بله. که امروز بعد از 1400 سال زنها چه وضعیتی دارن؟ تحولات اجتماعی و جهانی دنیا رو تغییر داده. الان ما همین که با هم صحبت میکنیم، ایشون از فرانسه، شما از اینجا، و یک دیگر رو میبینیم. این تحولات بزرگی است در جهان. اون چه که شما میگید مربوط میشود به 1400 سال پیش ایشون میگویند. بنابراین شما چگونه اون چیزی رو که 1400 سال پیش گفته شده میخواید که بر شرایط امروز روشن بکنید؟ اولا در قرآن و نصوص دینی زن و مرد برابر هستند.
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، هیچ فرقی در بین زن و مرد وجود نداره. در این زمینه آیه خاصی هست که برابرن؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه. چه عمل صالحی چه زن و چه مرد انجام میده، این یکی از آیات. با آیات دیگری که در قرآن وجود داره که برابر هیچ تفاوتی وجود نداره. اگر تفاوت وجود داره ایشون باید دلیل ارائه بدن که بله این تفاوت وجود داره. اما ایشون سوال منو پاسخ ندادن جناب آقای سیمبول. مانند سوالهای گذشته من پرسیدم اگر یک زن، از دیدگاه ما بله زن و مرد شریک در زندگی هستن، اگر یک مرد سرپیچی کرد، یک مرد ظلم کرد به یک زن، اون زن به دلیل این که به هر صورت خب اون فیزیکی مثل مرد قدرت فیزیکی نداره، خیلی طبیعی دیگه، میره دادگاه، به حق شکایت داره، حق خلع به مرد به زن داده میشه و زن جانانه بایستی ازش دفاع بشه. اسلام گفته ازش دفاع بشه. اما در شرایطی که زن میاد و فرزند نااهل به خانه آورد، ایشون چه دستوری ارائه میدن؟ میگن طلاق بشه دیگه، درسته؟ تنها راه جدا بشن ازم. خب جدا بشن ازم، گناه فرزندانی که الان در این وسط این مشکل عاطفی برای اینها ایجاد میشه چیه؟ چطور این مسئله رو من میخوام حل ایشون چطور حل میکنن؟ حتما میگه با طلاق بشه، حلم نمیشه. این زنم رابطه داره. به هر صورت ببخشید این مطلب ارائه میدم، سوال من امیدوارم این دفعه جواب بده. به هر صورت بحثی که ایشون مطرح، سوال شما دقیقاً چیه؟ سوال من اینه که اگر مرد سرپیچی کرد، نافرمانی، هر اتفاق رخ داد، یعنی مرد باید از زن فرمانبرداری بکنه؟ نه زن و مرد با هم برابرن. در حوزه اداره زندگی باید در زیر یک سقف با هم زندگی کنن. اما اختلاف پیش آمد. اگر مرد مقصر بود، زن میره دادگاه شکایت میکنه به دلیل اینکه از نظر فیزیکی خب نمیتونه در مقابل اون مرد، خب به هر دلیل، خب اسلام بهش گفته برو محکم دادگاه، یا به هر صورت اگر میتونه از خودش دفاع کنه، حق خلع بهش دادی تو جدا بشو. حالا اگر اومد و زن مثلا سرپیچی کرد، البته موضوع ما به مسئله زن کشیده شد، اشکالی نداره، من حاضر هستم دوباره به مسئله زن بپردازم، اما سوالهای گذشته من پاسخ ندادن. اما اگر زن سرپیچی کرد و فرزند نااهل 1 2 3 4 فرزند دیگه به خونه آورد، مال کسی دیگه است، خب حالا تکلیف چیه؟ مرد باید چیکار کنه؟ خرج هزینه زندگی این کودکان مال کسان دیگه است، تو خونه اومده باید خرج اونا رو بده دیگه. ایشون که طلاق هم خب خیلی بده، با مشکل. به هر صورت این سوال من دوباره تکرار میکنم، لطفاً سوالتون رو 1 2 تا هست خیلی مشخص بکنید. جناب ایجادی شما همین سوالات یادداشت بفرمایید خب. که به این سوالات دقیقاً جواب بدید. بفرمایید. کل سوالهای سابق هم دوباره تکرار کنم. بله تکرار. سوال اول که پیامبر خدا بعد از اینکه اموالش در مکه غارت شد چه کاری باید انجام میداد؟ بله. دفاع میکرد، دفاع نمیکرد؟ سوال من پاسخ نداد. گفتن هزار آیه در قرآن وجود داره گفته یهودیان و منافقین و مشرکین رو قتل عام کنید. من گفتم یک آیه بیار که گفته یهودیان و منافقین رو بکشید. بله. گفتن در آیه قرآن هیچ آیه انسان دوستانه وجود نداره. من حداقل 2 تا آیه خوندم، ولقد کرمنا بنی آدم، پاسخ ندادن. ایشون بحث سوره محمد اشاره کردن، گفتم این سوره محمد در مورد چی بود؟ در مورد چه حادثه‌ای بود؟ خب در مورد جنگ بود که جنگ رخ داده بود، در مورد جنگ خب حلوا پخش نمیشه. بعد رسیدیم به بحث این که اگر زن فرزند نااهل به خانه آورد تکلیف چیست؟ ایشون چیکار میکنه؟ ما قانون اسلام مدیریت گذاشته، بله. قوانین وظایف تقسیم کرده بین زن، بین مرد، بین فرزند، همه قوانین تقسیم منظم شده است و هیچ کسی هم نمیگه. برعکس در اسلام اگر کسی زنش را کتک زد، حتی اگر زنم مردی را کتک زد، مؤاخذه میشه، توبیخ میشه، زندانی میشه. به این گونه نیست. یک شرایط خاص، مثلا برای این شرایط خاص بازم میگم اونهایی گفتن اضراب به معنای اعتصاب هست، یعنی از قهر کردن هست. حالا ایشون به معنای اضراب به معنای زدن تفسیر کردن. غالب خدا ناباوران بعضی از خدایان اطلاعات عربی، من فکر کنم ادبیات عربی ضعیف. کلمه زدن چیه در عربی؟ اضراب هست، فضربوهن، و همون اضراب از اضراب به معنای ضربه هست. اضراب به معنای اعتصاب میاد، اضراب به معنای زدن هم میاد، بستگی داره. تشکر میکنم. 4 دقیقه شد آقای ایجادی. 2 تا سوال مشخص از شما کردن و اینجا مسئله ضربو که در دبیرستان میخوندیم سومی. لطفا 3 تا سوال مشخصا جواب. بله ضربو بله، منم یادم هستش جناب آقای حسین بوی گرامی. یکی این که در ارتباط با محمد و اموال غارت شده محمد، خود محمد غارت اموال دیگران رو میکرد، دیگران هم میخواستن اون رو غارت بکنن. دوران جنگ قبیله‌ای هست، همه میخوان چپاول بکنن. شما فکر میکنید که محمد یک ویژه هستش و چون از جانب خودش رو اعلام میکنه از جانب الله اومده، اون دزدی نمیکنه. تمام کاروانهایی رو که میزدن بر اساس در واقع نیازهای قبیله‌ای خودشون بوده. حتی مخالفین زیادی در درون قریش نسبت به محمد وجود داشت.
بنابراین این اساسا یک به اصطلاح سوالی نیست، سوال علمی نیست عزیز من. اینها فقط در واقع در جستجویی هستن که محمد رو به هر ترتیبی که شده تطهیر بکنن. این نکته اول. نکته دوم در ارتباط با آیات، همون گونه که گفتم خواهش میکنم، من کتابم من در ضمن به شکل مجانی رایگان قابل دسترس هستش. کتابم درباره در واقع بررسی تاریخی، هرمنوتیک و جامعه شناختی قرآن در 400 صفحه و در اونجا به شکل مفصل آیه های گوناگون رو در ارتباط با قهر، در ارتباط با جهنم، در ارتباط با کفر، در ارتباط با زدن، در ارتباط با اعدام، در زبانهای مختلف آوردم. البته ایشون پیوسته به اصطلاح میخوام بگوین که نه اینها همه در واقع دارای موجهات به اصطلاح تاکتیکی جنگی بودن. نه خیر، برای ما یک فضای عمومی هست. حتی بنی قریظه هم که در واقع دیگه از جنگ دست کشیده بود، محمد به علی میگوید بزن سرش رو و حدود 900 نفر رو اینا رو میکشن. آقای حسین بری گرامی، و ایشون اصلا هیچ کجاش درش نمیاد نسبت به این عمل ضد انسانی گسترده، قتل عامه. و این قتل عام رو هم امروز داعشیان میکنن، امروز در واقع تمام تروریست‌های گوناگون و از جمله جمهوری اسلامی کرده و میکنه. اینم نکته دوم. نکته سوم، ایشون درباره فرزندان نااهل، ببینید ذهنیت آقای هاشمی همون ذهنیت کهنه است. یعنی اینکه امروز نمیداند که امروز زن و مرد برابر هستند. یک، در ارتباط با مناسبات جنسی هم میتوانند آزادی داشته باشند که فرای در واقع مناسبات همسری خودشون روابطی دیگر احتمال میتونن داشته باشن. مسئله من نیست، مسئله شخصی این افراد هستش. و بنابراین ایشون به عنوان یک دیکتاتور میخواد مداخله بکنه و میگوید در چنین حالتی میتوانیم بزنیم، منتها شرایط داره برای زدن. شرایط چیست؟ میگویند ایشون که بله زنان در واقع چه بسا قدرت نداشته باشند و اینا. آقای هاشمی، حرف شما 100% غلطه. یعنی امروز بهتون بگم کسانی هستن که در واقع موشک دارن میرونن و در واقع از بالاترین حد ورزشی برخوردار هستن و زن هستن. کسانی هستن که در واقع بوکسور هستن. کسانی هستن که در واقع نویسندگان بزرگ هستن. شما فقط به اصطلاح میزان بازوی یک فرد دارید نگاه میکنید، حال آنکه انسانهای بسیار گردن کلفت مرد هم هستن که اینها قاتل، جبار و در واقع افراد کثیفی هستند. پس بنابراین ارزش انسان به قطر اعضای بدن او بر نمیگردد، حقوق برابر اونها باید داشته باشند. و بنابراین امروز وقتی در قرآن میآید میگوید اساسا این نکته‌ای که شما میفرمایید در ارتباط با فرزندان در این قایه نیامده، به طور عمومیه. بله. که اگر چنانچه مرد تشخیص میدهد میتواند زن رو تنبیه بکند. تنبیه کردن اول میگه که این کار رو باید بکنی، یعنی من مرد باید در واقع اعلام بکنم که او تابع من باشد، مطیع من باشد. اگر نشد بعد من تصمیم میگیرم که او رو در خواب به سر رخت خواب تنها بذارم یا دورش کنم. همه رو کی داره انجام میده؟ مرد. و آخر سر مرد میزنه اون زن رو. پس بنابراین این در واقع برداشت و این نسخه شما واقعا به درد همون حجاز 1400 سال پیش میخورد. حتی برای یونان و خود ایران هم به هیچ وجه نمیتوانست نسخه زیبایی باشد. تشکر میکنم. خب شما سخنان ایشون رو شنیدید. دنیای امروز رو با دنیای 1400 سال پیش مقایسه میکنن و اون وقت تفاوت این دو تا زمان رو در نظر میگیرند. به هر حال شما نظرات خودتون رو بفرمایید. سوال دیگری بر سوالهای گذشته اضافه شد. ایشون گفتن که چنانچه مرد تشخیص دهد میتواند زن را بزنند. جناب آقای حسین بر، من حاضرم اگر این آیه از قرآن با این لفظ ایشون آورد، من همین الان این میکروفون رو بذارم و برم از این استودیو اعلام شکست میکنم. کجای قرآن چنین آیه اومده؟ بله، من چون دوست ندارم میخوام وجدان کجا رفته. ببخشید آقای ایجادی، ببخشید آقای حسین بر، با وجدان داشته باشیم. اگر قرار مطالب علمی ارائه بدیم، انصاف قرار بدیم، کجای قرآن اومده چنانچه مرد تشخیصات میتونن زن رو بزنن؟ نیست. چیزی در قرآن ما نداریم. آیه رو تو انصاف و بزرگ مردی در نقد دیگران داشته باشیم. به هر صورت ایشون فرمودن که شما محمد کاروانها رو میزد بر اساس نمیدونم جنگ قبیله‌ای که بود. بله. یعنی این بحث اموال پیامبر و اصحاب مدینه که اصحاب پیامبر که در مکه مصادره شد و غارت شد، خب اینا با چه کار میکردن؟ خب کاروان بزنن یا نزنن؟ اموالشون مصادره غارت شده. عقل
فقط برای در قوطی پپسی باز کردن که فقط به درد نمیخوره. این مباحث چی کار واسه میکرد رسول الله؟ واقع عمل. من نمیدونم خدای چیکار کنه این محمد رو تطهیر کنه. محمد پاک بود، محمد پاکیزه بود، نیازی نداره که من تطهیرش کنم. میگه آیات قرآن میگه برید کتاب من رو مطالعه کنید. من میگم آیه قرآن بدید که کجا قرآن گفته برید یهود رو بکشید. قضیه بنی قریظه رو مطرح میکنه. من یک سوالی دارم، قضیه بنی قریظه چه اتفاقی افتاد که به بنی قریظه انجام؟ یعنی ابتدا به ساکن پیامبر یهود بنی قریظه رو کشت؟ من این سوال از خودشون بذار پاسخ بدن. ابتدا به ساکن پیامبر گفت بریم یهود بنی قریظه رو بکشیم یا اتفاقی قبل از اون افتادی بود؟ یهود بنی قریظه مسلمانان را به قتل رسونده بودن، صلحنامه را پاره کرده بودن یا خیر؟ من این سوالم دوست دارم ایشون پاسخ بدن تا اینکه برای همه روشن بشه. ببین ولی بنی قریظه اون صلحنامه رو پاره کرده بودن، بله. ولی کسی کشته بودن؟ بله، در مدینه اومدن و 2 نفر از مسلمانان رو کشتن، خیانت از پشت حمله کردن. تازه جالب اینجاست که در خود بنی قریظه پیامبر ببینید یک سیستم کاملا مدرن ایدال از یهود گفت میخواید با شما چیکار کنم؟ گفت یک نفر رو انتخاب کنید که داوری کنه بین شما. گفت که بله. سعد رو انتخاب کردن، گفت اون بین ما داوری میکنه. خود یهودی حق داد به یهودیان داور انتخاب کردن. ما انصاف در نقل تاریخ. خب نتیجه اون داوری چی شد؟ طبیعتاً نتیجه اون داور گفت که بله، کسانی که به سن بلوغ رسیدن به دلیل نقض عهد و شرکت در جنگ در شرایط حساس، اونها باید قصاص بشن. یعنی همه 700 نفر یا 900 نفر همه؟ تعداد آمار دقیق وجود نداره. یک نوع مناسبت داشت. نه، آمار دقیق وجود نداشت. کسانی که به سن بلوغ رسیده بودن و شمشیر در واقع به دست گرفته بودن، اونها قصاص شدن. خب در جنگ که حلوا پخش نمیشه. وقتی شخص وارد جنگ شد، نمیتونه من جنگ را تا وقتی دوست دارم که خودم خوشم میاد، حالی که خودم خوشم نمیاد دیگه جنگ بسه. نه خیر، شمشیر دست گرفتن، حمله کردن، مسلمانان را کشتن و نقض عهد کردن، تمام شد. اعلام جنگ کرده دیگه. همه جای دونه اینطوره. به هر صورت گفته که این آزادی جنسی داشته باشن دیکتاتور هست. خب شما نمیخواید مسلمان باشید، نمیخواد پدر خودتون رو بشناسید، خب نشناسید. به من چه؟ من میخوام قانون اسلام برای من بسیار مهمه. وقتی من میگن که پدرت کی، میگم بله پدر من فلانی. حالا شخص میگه من پدرت کی؟ من نمیدونم، بعد برم تو کوچه ها بگردم ببینم پدرم کدوم یکی. مادر هر کوچه‌ای رفته یک سلام علیکی کرده، حالا معلومم نیست. خب این شوهر این خانم بایستی معوا و قانون اسلام اینه، میگه شوهر بایستی فرزند و هزینه‌شو بده، معوا بده. خب این مرد چه گناهی کرده که خرج فرزند دیگران رو بده؟ خب این زن آزادی جنسی داشته، هر بچه از هر کوچه خاصه جمع کرده آورده در سلامی کرده تو خونه، مثلا بچه یکی بچه قنبر، یکی بچه جعفر، یکی بچه فلان، یکی بچه فلان. و این بی‌بنده‌باری است که اسلام میخواد خانواده‌ها منظم، احساسات و عواطف، روابط اجتماعی، بله. هر کسی پدر خودش رو. من افتخار میکنم به پدر خودم میشم. شما افتخار نمیکنید به پدر خودتون میشناسی؟ همه ما افتخار. اون کسی که دینم نداره بهش تو بی پدر هستی، بهش